أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این امامت آنچنانی که پیغمبر دربارش سخن گفته و وصیت کرده و خداوند هم بهش دستور داده، بلکه همه پیغمبران را مکلف کرده که همه پیغمبران گذشته رو مکلف کرده که به ولایت علی ایمان بیارن، بلکه از اونها عهد و پیمان گرفته، بلکه از همه بنی آدم عهد و پیمان گرفته که به ولایت علی ایمان بیارن. با این هم تهمتی بیش نیست، جهالتی بیش نیست، افترائی بیش نیست. و این زندیق ها در لباس رافضیگری، در باند رافضیگری، در بخصوص در میان فرقه ضاله اثناعشری امروز میگویند که این آیه را تحریف میکنند. همچون که بارها عرض کردم، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست از ابتدا تا انتهاش وقتی شما به تفسیر این باندهای اثناعشری مراجعه کنید مگر اینکه اونو تحریف کردند و به علی بازگرداندند. دین شده همش علی، محمد بیکاره، نعوذ بالله، خاکم بدهن. و اذ اخذ ربک، این آیه رو در سوره اعراف آیه 172. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. این واضحه. یاد بیاور آن هنگام که پروردگارت از بنی آدم، از ذریه‌شون، از همگیشون عهد و پیمان گرفت و اونها را بر خودشون شاهد و گواه قرار داد. الست بربکم، آیا آن پروردگارتون نیستم؟ شهادت معلومه بر چیه. اینا میگن که عهد و پیمان گرفته که علی وصی و امامه و همه بشر، این افترا، این تهمت، این کفر، همه بشر همگی شهادت داده که در مقابل خداوند قبل از اینکه آسمان ها و زمین درست بکنه که علی امامه. ای بابا، پس چرا خود علی شهادت نداد؟ اگر چون این چیزی درسته، خود علی در روز عرس شهادت داده بود، در دنیا چرا شهادت نداد؟ چرا یه حرفی ازش نزد؟ اولی مقصر خودشه. پس بنا به این جفنگیاتی که اینا میگن